بچه‌ها خوش اومدین به یک ویدیو که بچه‌ها بریم توی این ویدیو بهتون آموزش نصب فدر کلاینت رو بدم و این بچه‌ها یکی از خفن ترین کلاینت های ورژن بالا و ورژن پایینم خیلی باش پلی میدم، ولی بیشتر دیدم که برای پی وی پی ورژن بالا خیلی و خارجی که اکانت پرمیوم دارن میان بازی میکنن و این کلاینتشونه که فدر کلاینت. اومده بریم امروز آموزش کرک کردنش رو بدیم. اصلا این کاری نداره و خیلی آسونه و دیگه پس باشید. توی این ویدیو اومده بریم آموزش کرک کردنش رو ببینیم. الان می‌بینیم که من فدر کلاینت رو دارم و میتونم اکانت یوز بدم اینجا و آره اومدیم بریم الان بگیم چی کار کنیم تا بتونیم دانلودش کنیم. بچه‌ها من اومدم چند تا روش رو امتحان کردم، چند تا ویدیو خارجی دیدم و اینجوری بود که اونا میومدن داخل خود سایت رسمی فدر کلاینت. از توی گوگل میرم سرچ می‌کردم فدر کلاینت و رفتم داخل سایت اصلیش و نسخه فبریک رو اینجوری دانلود می‌کردم. اما من که رفتم امتحان می‌کردم میرفت داخل دافنه. نمیدونم این چیه، ولی دانلودش کردم قشنگ رفتم داخل گروه ریختم ببینم اونم مثل یه نوع کلاینتیه و کاملا بالا می اومدش و خیلی انگار با فدر مثلا اینجا قارب فدر من داف نیش بود دیگه و اون اهمیت زیادی نداره. الان داره برای من نسخه 1.21 رو دانلود میکنه، ما این کاری نداریم و برای که بتونید دانلود کنید و کرکش کنید لازم بیان داخل کانال روبیکان. من یه دونه فایل اومدم بازگشتن حدود 100 ها ویدیو که نه، حدود 20 تا 30 تا ویدیو یا شاید هم کمتر ویدیو اومدم گشتم تا برم بالاخره این فایلش رو پیدا بکنم و بالاخره پیدا کردمش و اون فایل داخل لینک داخل کانال روبیکام میذارم و لینکش رو داخل دیسکریپشن میذارم. حتما داخل کانال روبیکا جوین بدین. یک دنبال کننده دیگه تا 70 تایی میده و توی چنل روبیکا یوتیوب داریم چنل، اونم لینکش رو تو دیسکریپشن میذارم و چنل تلگرام هم داریم اونم داخل میذارم. خب بس و آره وقتی که رفتیم دانلودش کردیم اینجور فایل داخل چنل روبیکا فدر لانچر و اینو که دانلود میکنین هم همینجور شکلی شما روش دوبار کلیک میکنین براتون باز میشه، میزنین اوکی، همه نیکست کامل نصبش میکنین. کار شما که انجام دادین بعدش بالا میاد و اینجور صفحه ای داره براتون. حالا دقیقا همینجور بعد شما دیگه اکانت اونو ندارید، ولی یه چیز رو بهتون بگم که شاید مثلا بر شما بیاره و صبر کنید 1 ساعت 2 ساعت و اصلا باید بالا نمیاد. چرا؟ چون شما با نیاز به یه فیدرشکن خوب دارید و الان ما یه دونه فیدرشکن به اسم هاتسپات شیلد داریم. بچه لینک اینم رفتم من دانلودش کردم و داخل چنل روبیکا گذاشتم. اگه خواستین اینو دانلود کنید داخل چنل روبیکا هست، اونم برید دانلودش کنید و دیگه آره اینم خیلی خوبه. فیدرشکنش هم عالی. اگه خودتون اطلاعی فیدرشکن و معتبر بود و اوکیه اونو بزنید تا بتونید وارد بشید. وقتی فیدرشکن وصل کردید اون فدر کلیک کنید تا براتون بالا بیاد و صبر می‌کنید و می‌بینید اینجا چند بغل چند تا نوشته میاد و براتون صبر می‌کنید باز میشه. باز که بشه اینجا ما قسمت مود، اسکین و سرور داریم. حالا اینا چی؟ از اول اینجا شروع کنم که اینجا برای شما که گزینه هست. حالا من زدم داره لانچش میکنه. اینو بزنین ورژن هست 1.8 که تا جدیدترین نسخه مایکرافت داخلش هست و میتونید همه رو انتخاب کنید. من برای پی وی پی ورژن بالا 1.21 میرم و آره دیگه اینجا چیز خاصی نداره. و قسمت دوم مادسه. اگر نقصت 1.21 رو این کلیک می‌کنید و همه مودام مخصوص به 1.21 میاره. از اینجا ببینید سدیم داره، اینو داره. من دقیقا چند تا از این مودا رو یادم موقعی که با امیر ام جی بازی می‌کردیم رفتیم سوروایور یا باتر که چند تا ویدیوش پاک شده بود و سریش هم داخل چنل هست، خواستین حتما بریم ببینینش. و آره میاد چند مود بریزیم تا اف پی اسمون بهتر بشه و صدامون شاید بهتر شد. و خب آره اینجا چند تا مود داره برای نسختون و میتونید از همه بگیرین دانلودش کنید. یه چنل هم داخل اینستا هست، حالا یکی نه چند تا چنل، من یکیشو میشناسم خیلی چنل خوبه و معروفه. حالا ما برای تبلیغ اسمش نمیگیم که وقت تبلیغ نشه. و آره اون خیلی از مودا برای پی وی پی ورژن بالا میگه و میتونید دانلود کنید و اینستا خودم نمیدونم چی بوده، ولی آره چند تا مود میده که فیتتون بهتر بشه. حالا بریم برای قسمت بعد. اسکین رو داریم. اسکین ما الان اینجاست. حالا میگم چجوری اسکین یوز بدم. میتونید روی این گزینه بزنید و اسکینتون رو از جای دانلوداتون انتخاب کنید. یا اگر می‌خواستین اسکین کسی رو دانلود کنید مثلا اسم من میزنم یک سی ام سی، اسکینم بالا میاد. روش کلیک میکنم و مثلا اپلای میزنم و اینجا اسکینم میاد. میتونم اینجا روی استیو یا الکس یوزش بدیم. من با پشتش کاری به اینا نداریم. یک قابلیت کد داره که نمیدونم چجوریه. فکر کنم اگه بریم چی یعنی همین
کیپای پشت که هست مثل شنلی همونا رو اگه درست دانلودش کنید رو این بزنید این گزینه انتخاب کنید براتون اینجا اضافه میکنه و میتونید پشت اسکرینتون یوز بدین و ببینید. حالا من که دانلود کردم اشتباه بود یعنی درست نبود اونی که دانلود کرده بودم. من اگه دانلود کنید پشت اسکرینتون میاد. با اینجا مثلا ببخشید اینجاست اینجای کیپ فهمیدم الان موقع ویدیو یادم اومد. اینو میزنید کیپو میزنید و حاجی کار کرد. به به چقدر حاجی این قابلیتش گاده. عشق میکنه از فدر کلاینت. خیلی کلاینت گادیه و آره اینجا چه کیپ اینجا هم اسکین است. کیپ رو بزنی میتونی یوز بدی. مثلا من یه کیپ دیگه دانلود کردم میزنم و بله پشت اسکین هم دیده میشه. اما اینم حاجی خیلی گادا حال میکنی باهاش. برعکس چرا خوب کاری نداره. من میتونه اینجا کیپ و اسکین یوز بدین از این قسمت و اینجا جای سرور میتونه سرور برین فکر کنم از اینجا اضافه کنین. این قسمت برای اکانت اگر وقتی خاص باشید اکانت اضافه کنین میزنید اد اکانت من مثلا یه اسم میذارم میذارم اینجا تست و میذارید لاگین ثبت میکنید تا براتون لاگین میشه. لاگین پیشون روش کلیک میکنید دقیقاً اینجوری همینجوری شکل داره. لاگین بشه شکلش میاد براتون با ثبت کنید. اومد اسکین میاد و میتونید همینجوری چیزایی که گفتم انجام بدین تو براتون اسکین بیاد. و آره دیگه اسکین یوزرنیم اونا رو میزنید لانچ دیگه 900 رو انتخاب میکنید و لانچ میکنید. هیچ کار سختی نداشت و با همین سادگی میتونید برید دانلود کنید و برای یکی از خفن‌ترین کلاینت های ورژن بالا و ورژن پایین استفاده کنید که خیلی واقعا ازش استفاده میکنن. اگر از ویدیو خوشت اومد حتما ویدیو لایک کن و برای حمایت کانال ما دنبال کنید. ویدیوهای خیلی کاربردی میذارم تو کانال هم یه سر بزن شاید بعضی ویدیوها به دردت بخوره. و دیگه پس تا ویدیوهای دیگه‌مون بای بای.